این لحظه باشد یک دختر دیگر رو بانوی زیبا رو میخواستیم دعوت سازیم. بله، این بانوی زیبا مایده قدم‌های خیش را روی صحنه گذاشته از قسمت بی‌وفایی یارش شکوه میکرد، ولی در ترانه دیگری نیا میگوید، اما ما باشه میگوییم بیا تخمینه آدینایوه. بیا و کفکو بیا. شما دوستانی عزیز بیاید همه یک جو یک قرصک میذارید. این دیگر گپ است. شان امسی تخمین نیو ترک نمیدانم که یاری من کجا شد، ندانستم چرا او بی وفا شد، به گپ‌های کسی باور نموده، برفت و عاقبت از من جدا شد. نمیدانم که یاری من کجا شد، ندانستم چرا او بی وفا شد، به گپ‌های کسی باور نموده، برفت و عاقبت از من جدا شد. مایده 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 بیرو زی پیشم، مایده 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 ز تو بگانه میشم، مایده 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 بیرو زی پیشم، مایده 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 ز تو بگانه میشم. تونی بگرد انتظار مایده مایده این خفور میرم نکی مایده مایده دوشیده سن قدمات میدونو میتونی الکت کدی و داد بای قدر غم و آوی چشمان بای قدر برگرد تخمینه درم شیده باشه قلم برای خیران بار نگاه کن پشیمانم چی بپرداختم تا بعد این قصاد گپ مردم دا بین ما و تو ساختک دیوال. نمیدانم که یارم با که دل بست، دلم از دست او افتاده بشکست، قدم زالی مرا از تو جدا کرد، تو را در زندگانی دادم از دست، بگردی روی عالم را شب و روز، مثالی من نیابی یار دل سوز، بگوید تخمینه با آه و ناله، تو را از من جدا کردن صد افسوس. مایده 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 بیرو زی پیشم، مایده 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 ز تو بگانه میشم، مایده 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 بیرو زی پیشم، مایده 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 ز تو بگانه میشم. مرا جدا کردن ایره خدام دانی دوباره رفتن میخوام با نزد نکی نمیمونی تو که بانو لافسوز میخوری تخمینت بیو برا خوشم که کسی جدا کد بینه ایدیلی داری ده ایدیلی خوشبختی ندیده ایدیلی که تو زیرا برای تو تپیده هر شب دانالیشه محتاجی نوازیشه انتظاری تکی تو بیای گیریشه. مایده 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 بیرو زی پیشم، مایده 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 ز تو بگانه میشم، مایده 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 بیرو زی پیشم، مایده 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 ز تو بگانه میشم. تونی برگرد انتظار مایده مایده خفور میرم نکی مایده مایده دوشیده سن قدمات میدونو میتونی الکت کدی و داد بای قدر غم و آوی چشمان بای قدر برگرد تخمینه درم شیده باشه قلم برای خیران بار نگاه کن پشیمانم چی بپرداختم تا بعد این قصاد گپ مردم دا بین ما و تو ساختک دیوال. اکنون برای سپاریده جایزه نوبتی سراینده سال 2014 دعوت می نماییم اون نفری که سببگوری چورابینی امروز است. بله، اون نفری که اینقدر زحمت کشیده است به خاطر فراغت بخشیدن به شما، اون نفری که در یک سوتکه 23 ساعت کار میکند، اون نفری که جوان است و زیبا است و با این جوانیش توانسته است این گونه آزمون ها را تشکیل کند، اون نفری که نامگذاری کرده است 7 نامه رو زن و مرد. بله، اون نفری که گناهگار است که در اولی هفتهوار زن و مرد کلمه زن با حرف کلان نوشته شده است و کلمه مرد با حرف خرد، یعنی بهترین کار را کرده است. این لحظه باشد نفهمیدم گفتنی هستی مرد با حرف خرد
خود با تو سوال دادم، مرد اگر اوتاش نمیشد چی میموندیم؟ خام نمیموندیم. خب در اون لحظه باشد گفتیم از جواب رو این لحظه دعوت میکنیم. دعوت میکنیم. دخترکی زیبا کی نام دارد؟ مهر افروزی نیمان رو دعوت میکنیم. کافکوبی شما دوستان عزیز. درود حاضرین گرامی، مهمانان عزیز و همکسبان و دوستان و همه آن نفرانی که این لحظه اینجا حضور دارید، تشریف همه شما را به این محفل خیر مقدم میگویم. خوش آمدید، نور دیده تاج سر. شادم، میندارم و سپاسگزارم که همه شما آمدید، ما را دستگیری کردید. سر بلند باشید. تخمینه یک بانوی نوراه و نوکار و نویجاد است که نگاه نکرده به آنکه با تازگی قدم های خیش را در جاده هنر گذاشته است، همیشه در حرکت است، در جستجو است، کوشش میکند، تلاش میورزد تا بهترین سرود و ترانه ها را بهر ما و شما آماده و پیشنهاد بسازد. اولین گلدسته را من برای تخمینه بانو تقدیم میکنم، چون ما دوستیم، همکاریم، همکسبیم. این تحفه از من. تخمینه آدینایوا سرفراز دانسته می شود با عنوان سراینده سال 2014. مبارک باشد. این نشان سراینده سال 2014 است که این لحظه این بانوی زیبا را میسر گشته. مبارک باشد. شان امسی نامی پورا شهباز سرفراز دانسته می شود با سراینده سال 2014. با آن خاطر ما شان امسی را دستگیری نمودیم که آینده بهترین سرود و آهنگ ها را آماده بسازند، البته با محتوای بلند. این نشان سراینده سال 2014 است دوستان عزیز که با دستگیری شرکت روخام آماده شده و این لحظه شهباز جان رو میسر گشته. مبارک باشد.